یه خبر این روزا توی فضای مجازی حسابی سر و صدا کرده، اونم راجع به پولای زیادی که میگن آقای محسن ترونده بابت بازی توی سریال پایتخت هفت گرفته. بعضیا به رقم‌هایی مثل 20 میلیارد تومان هم میگن. خب اینجور حرفا همیشه برای مردم جذاب بوده و خیلی هم کنجکاو شدن که توی این قضیه چیه. تو همین اثنا یه مسابقه قدیمی هم از آقای سروش صحت دوباره پخش شد که توش از دستمزد خیلی بالای بعضی از بازیگرا و تهیه کننده ها گله کرده بود و گفته بود که این پولا با وضع اقتصادی مردم جور در نمیاد. خیلی همین حرفای آقای صحت رو به شایعه ربط دادن. البته اینم باید گفت که آقای تنابنده فقط بازیگر نیست، نویسنده هم هست و نقش خیلی مهمی تو موقعیت سریال پایتخت داشته. خیلی هم میگن این اوضاف که پول بیشتری هم بگیره حقشه. البته همه اینا فعلا در حد شایعه و حرف و حدیثه. معلوم نیست این 20 میلیارد تومان واقعیت داره یا نه و حرفای آقای سعد دقیقا منظورشون چی بوده